یعنی من همیشه یه تصویر اونجوری از مردم افغانستان داشتم که از چیزایی که بهم میگه واقعا قلبمو درد میاره. درود و سلام بر شما. سلام از شما، خسته نباشید. در عافیت سلامت باشین. اگر میشه یه سلامی به بیننده های ما داشته باشین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیزتون و خسته نباشید عرض میکنم خدمت. درود و سلام بر شما. امیدوار هستیم در عافیت سلامت باشید. سلام میکنم خدمت شما و همه دوستانی که ما رو دارن میبینن. سوال این هست که چی خاطره نسبت به مردم افغانستان دارید؟ والا به قول خودتون دیگه ما با مردم افغانستان در واقع شریک همه جوره زندگی ما شدن و انقدر در کشورمون میبینیمشون که بعضی وقتا بیشتر از مردمان خودمون شاهد دیدارشون هستیم. من خاطره‌ای که از مردم افغانستان دارم، یعنی اون چیزی که تو ذهن من نقش بسته، اصلا اون چیزی نیست که الان دارم میبینم. من شاید قدیمی ترین خاطره‌ای که نسبت به مردم افغانستان دارم مربوط میشه به رمان بادبادک‌باز از خالد حسینی. یعنی من همیشه یه تصویر اونجوری از مردم افغانستان داشتم که یک تمدن خیلی کهن، مردم خیلی خوب، مردم دوست داشتنی، ولی متاسفانه در اثر جنگ‌ها، حکومت‌های نادرست، حالا اتفاقات داخلی و اتفاقات خارجی که براشون پیش اومده، حال روزشون این روزها خیلی خوب نیست و متوجه هم هستم که در واقع ارتباط مردم ما الان با این کشور خیلی خوشایند نیست. راجب افغانستان خب من اونقدر تجربه خاصی ندارم، ولی خب یکی از دوستای خاصم که خیلی هم عزیزه، نزدیکم هم هست، افغانستانیه که به هر حال مردم افغانستان مثل برادرای ما بودن گذشته و به راحتی وارد ایران میشن، از منابع ما، از امکانات ما، از همه چیز توی کشور ما استفاده میکنن. برای اونها خوشاینده، برای ما هم مشکل ساز نبوده در گذشته، ولی خب الان در واقع شاهد هستیم که یه سری در واقع اتفاقاتی افتاده، یه سری حوادث ناخوشایندی پیش اومده که دید ما رو نسبت به اونها عوض کرده دیگه. دید خیلی از مردم نسبت به اونها عوض شده داره. البته ایرم تذکر بدم این کلیت نداره. مثلا خانم که میگن که دیدمون عوض شده، دیدی کلی نیست، دیدی یک جمعی هست، اونم نسبت به یک جمعی و تجربه ها و درد هایی که اون داشته تو زندگی، با اینکه تهران هم متولد شده ولی خب خانواده‌اش افغانستانی هستن، خودش هم خب افغانستانی میشه دیگه. از چیزایی که بهم میگه واقعا قلبمو درد میاره. هیچ چیزی تو این دنیا کلی نیست، همه چیز نسبیه. اینم که من عرض میکنم بله به قول خودتون یه گروهی باعث شدن یه عده دیگه بدنام بشن تو این قضیه دیگه، ولی در مجموع ما همیشه برادران افغانیمون رو در واقع برادر و همسایه خوبمون محسوب میکنیم. این که همون فرصت اندکی که برای کار کردن برای ماها وجود داره، اما خب برای اون چون که افغانستانی هست وجود نداره. در کل میخوام بدونم که افغانستانی ها را مهربان پیدا کردی یا دلسوز؟ مهربون هستن. مهربون؟ چون یک تفاوت میان دلسوختن و بعدش مهربونی هسته. یعنی کسی که دلسوزه یعنی نسبت به احساساتش تصمیم میگیره، اما یکی مهربون عملکردش نسبت به منطق، یعنی عملکرد منطقی داره. خب میتونه هر دوتا باشه. هر دوتاش باشه. اگر یک کلمه سازنده داشته باشین، یک جمله سازنده داشته باشین، اون چی است برای مردم؟ من برای مردم افغانستان آرزوی آزادی، سلامتی و شادی دارم. سپاسگزارم ازتون. یک دنیا. اسمتون چی بود؟ اسم من شبنمه. شبنم خانم شبنم. دانشجو هستی یا؟ نه من شاغل هستم. شاغلی؟ دستتون در نکنه. یک دنیا. سپاس، ممنون.